آرامش. یک کسی گفت، یک دانشمند امریکایی تحقیق کرده بود، او گفت من از هر کسی پرسان کردم که آرامش چی هست، امنیت چی است، سکیوریتی، آرامش ذهن در چی هست؟ گفت یکی گفت در موتر، گفت رفتم موتر داره که آرامش نداره. گفت یکی گفت در خانه، رفتم که خانه دار از بی خانه که بسیار در غم است. گفت بعضی گفت پیسه داشته باشی، و کسی که در خانه خود 1-2 لک روپیه داره، تو برو در خانه تو 1-2 لک روپیه روان بی تا صبح خو نمیبری. وقتی که انسان موحد باشه، هم در دنیا و هم در روز قیامت. فأما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية. فاما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیه. در روز قیامت هم کسی که اعمال نامش به دست راستش داده میشه و او بر موحد داده میشه، فهو في عیشة راضیه، در عیش راحت میبره.